سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به درس دیگری از آموزش برنامه افتادسک روید. دوستانی عزیز، در این درس ما خواستیم با شما ادامه دهیم موضوع اضافه کردن ستونها را. از جهتی که یوتیوب برای ما اجازه نمیدهد که از 15 دقیقه زیادتر ویدیو در گروه خودمان بگذاریم، از همین جهت خواستیم یک ویدیو دیگه کنیم ادامه موضوع ستونها که میتونیم بگیمش چسید یمش و موضوع ستونها را برای شما کامل با یگان بگیم نافهمایی برای شما نمانده باشد و کامل برای شما شرحش دهیم. چه چیزی از اضافه کردن ستون برای ما باقی مانده دوستانی عزیز که در درس گذشته ما نتوانستیم برای شما توضیح دهیم. با حالت که ما میخواهیم برای خودمان ستون اضافه کنیم، یک چند نصرای دیگه ای بود که اگر ما اوش هم ببینیم خوبتر میشه و برای ما یکیش همیه که خود ستون وقتی ما انتخاب میکنیم با درجه ما داریم که نلین یک ست که یعنی اینکه همو ما را در جای سچنیه هر یک اس وقتی یادگیرش نمیآیند میگذرن، پرسیژن هر یک اس برای ما یک ستون اضافه میکنه. هیچ خیلی کار میکنه. ما بالاش انتخاب میکنیم همو چی بود نامش، نلین یک ست که را انتخاب میکنیم. درجه کنوکه اتمنه یا گتاوا میمونه. وقتی ما کارمون بود شد باید گتاوا را بزنیم که رنگ بگیم که مثلا برای ما را صخره کنه، یا اینکه اتمنه بزنیم اتکاز کرده ببرایم. درجه ما ستون را انتخاب میکنیم اگر بدانیم که اوجه کدام ستون ها ماده میآید. بعد چیزی را که کنوکه را که انتخاب کرده بودیم برای خودمان فقط به میشکه بین آسمان چیکار میکنیم انتخابشون کردن در کارای برای انتخاب کردن حاضرش ده. اول ما این ستونای بدگی ما بیاین خوبترش خیلی شود که ستونایی که ما درجه گذاشتگیم یا را اول بگیرم، برای که همه آسا را انتخاب میکنیم و در سچن هر یک آس میایم مگر اینکه آسایی را که ما خودمان بگیم که یاده انتخاب کردن لازم نیسته. میایم کنوکه کلان را یک بار دیگه میچقیم، نلین یک ست گرفت انتخاب میکنیم و تمام آسامان چیکار میکنیم در همینجا انتخابشان میکنیم. چهل که شما دیدین اتوماتیک در پرسیژن هر یک آس برای ما یک ستون اضافه شد. ما در اینجا چیکار ما گتاوش نزدم. هم میبخشید انا که چی انتخاب شد اگر ما را گتا را نزنیم برای ما اضافهش نمیکنه. چقدر که شما پیشتر دیدین نابود شد ستونایی که اضافه کرده که بود. ما گتا را میزنیم تمام ستونای ما اضافه شد در پرسیژن هر یک آس. ما در اینجا چی کارو کرده میتونیم؟ ما میتونیم همه همی ستونامون انتخاب کنیم. اگر یک وقت ناخواست چند چیز انتخاب کردین، مثلا هم آس در انتخابتان رفت هم ستون رفت، در اینجا آپشی میبراره در جای تیپر از میری که گفته بودیم تان در درسی گذشته ایجاد آپشی میبراره 29 تا چی میگه انتخاب شده گیای و نامش آپشی میگه. آپشی نام ایا نیست، یعنی که ما چند نمود متریال انتخاب کرده گیم، چند نمود بگیم کنستروکسیا متریال بگیم انتخاب شده گه ای همینجا آپشن نامش میبراره. ما ایره چیکار کرده میتونیم؟ چه بفهمیم که مثلا در اینجا اجازه چی رم نمیتموره، اجازه ای که بگیم مثلا ستونمون علیش کنیم وقتی آپشی را دیدین شما بفهمین که در اینجا مثلا یکان چیز دیگه به غرض ستون هم اضافهش دیگه. اگر فقط ستون باشه در اینجا نام ستونا را میبره که مثلا نیستوشی کلانه یا اینکه ستنه یا تریزه دره هر چیزی را که تنها همون را انتخاب کرده که باشه، اگر کاتگوریش که توغری بگیره بگیم با گروپ ها و با قسمی خودش مثلا تریزه کلان میده بدنش فرق نداره، همش تریزه باشه اگر ایجاد اکنام نویسه یا دویر یا ستنه یا همون نیسوشی کلان. باز ایجاد که هم اوس گرفتگیم هم ایره مرا آپشن نویسته چه کنیم همینجا که مثلا بفهمیم که چی چیزی لیش نیده درونش آمده که یا اینکه فقط چیکار کنیم ستونمون بمونیم دوامشه اتکاز بکنیم. ما میتونیم کنوپکای شیفت بجقیم. چقدر که شما میبینیم بالای میشکای ما ده زنک مینوس پیدا شده، یا کنوپکای کنترل اگر بجقین زنک پلوس، یعنی اگر یکون چیز دیگر رو دباید نکرده باشین کنترل جقیده مثلا کلیک میکنین و همون چیز در همین گروپتون دباید میشه جای ویبر کرده گیوده. نه که اگر یکون چیز لیش نید اضافه کرده باشین میتونین شیفت بجقین بالای اوستم مثلا بزنین یک اوست اتکاز شد، یا اینکه میتونین همون مانند چقدر که رزینه که میشکه قدیم میکشیم مثلا نکشیدیم شه همه ای آسای رقمکی را ادکاز کردیم با امو کنوکای شیفت جقیده زنکی مینوس دیده استیم آسای بکوینی آسارم ادکاز کردیم. بالا دا میبینیم که هم صورتی کلان من پیدا شد هم در اینجا نویسکی نیسوشی کلان.
یعنی اوجه میگه که فقط گروپ های کلان را انتخاب کرده که یگان چیزی لیشنی در درون گروپ های ما نیسته. این خوبه، یک طرزش هسته. یا وقت ما مثلا آسیا تر داریم یا در این مبینا رزمیرا هسته، یک چند چیزای دیگه که کشیدگیم همه اینا را دانه به دانه میشکه قطعی انتخاب کرده، ادکس کردن یا تبعید کردن خیلی مشکله برای ما. ایهاز ما در پلانمون یک چند دانه آس داریم و فقط ستون خالی در دیوال تریزه و دیگه چیزا نیست. ایجاد ما ساده گرفتیم، مثلا آسمون ادکس کردیم و یافتیم که 18 تا مثلا ستون داریم. دیگه وقت پلان مونده زیادتر باشه و ما نه که همه ستونمون انتخاب کردنیم، مثلا نه بالاتر میام این صورت رم که اینترنت گرفته بودیم ایرم انتخاب میکنیم. تمام همه اینا را انتخاب کردیم. گفت که سی تا چی انتخاب شدگی آبشه. ما چه میتونم هم یارا هم بفهمم که چی در درونی ای، هم مثلا ادکازش کنم ای چیزایش که لازم نیسته. ما بالا در برای ما را کنم که فیلتر داره. فیلتر کردنش مانند شاید در بسیار چیزا دیدگی باشن که یک چیز را میخوای فیلتر کنی، بگم حتی ساده ترینش اگر بگم یا آب یک چیز را فیلتر میکنه و غجدیش تازگیش جدا میکنیم و هر یک چیزی که هسته ایرم همیه چیزی لازمی ما میگیریم و چیزهای نالازمی ما دور میپرتاییم. درون فیلتر میداریم. در درون فیلتر برای ما 4 تا بگیم کاتگوریا که بالاش هم نوشته 4 تا کاتگوریا یا می کنسترکسیون را برای ما انتخاب کرده و همش تا گلچکاشونه ماندگی. در برش کلیچستوش هم نوشته که بالا در نامش هم هست و کلیچستوش. اتمینید ویبر داره، مثلا اتمین اوکی و غیره. ایجاد وقتی همش که انتخاب گلچکاش گیریانه، یعنی ما همه چیزی را که هست انتخاب کرده که امشونه. پس نگاه کنین، کامش که ما در لازم نیست ما میتونیم اینجا گلچکش بگیریم و اوکی بزنیم. ما مثلا ایجاد که اجازه مثلا یه وقتی دیگه میشه که اینجا مثلا 10 تا 20 تا کاتگوری انتخاب شده که من هر یه تاییرم بالاش در کلیک زده تیکاش گرفتنم با قینتر میشه. چیکار بکرده میتونیم اتمینید ویبر میگیم و فقط هم چیزی که لازم میمونیم. اگر آس باشه مثلا آس نه که ما نیسوش کلانه تمام نیسوش کلانه انتخاب کردم. دیگریاش تیکاش گرفتگیم میگه 18 تا کلان داری، 2 تا اپارنی پلاسکس داری، 9 تا مثلا آس داری، یک تا دیگه رس راستروی ایزابراژن که همین صورتی ماندگی مانه میگه. من فقط همین سوش کلانامه انتخاب کرده اوکی زدم که چخیل که شما میبینید اینجا با هم کلانامه نشان داد که 18 تا بودن و عکس دیگه چیزاش نسترویکایی که داره. این موضوع ده مثلا فیلتر کردن هم شما دیدین، رزمیر تیپ رزمیرش هم گفتگی را مثلا گفته بودیم تو نه. بعد اینجا مثلا در این بینی که تمام ستونامان انتخاب شده گفتیم میتونیم یا یک قسم شه یا همش چند قیش که لازم باشه انتخاب کنیم، همینجا در تیپ علیش کنیم مثلا بمونیم 500 به 600 یاش دیگر از میر اوش دیگر از میر مثلا یا درجه زیادتر 700 به 400 چه خیلی که شما در لازم باشه. همه یمیارم اگر انتخاب کردین روش مثلا گرداندن در کار باشه، اگر پرابلم چقن همش میگرده. این چیزایی خوب بگیم گریه چی کلاویش های هسته که روید برای ما پیشکش کرده که ایش هم میخواه میتونین پرابلم بزنین بگرده یا یک قسمشه یا پرش مثلا بگردانین فرق نداره، چه که شما در راحت باشه ایره میکنیم. دیگر چیز ماند از موضوع ستون. ما ستونا را اگر انتخاب کنیم گفتیم ایجاد ما رزمیراش هم میتونیم انتخاب کنیم کمی اگر خوبتر زیادتر چکنیم. در جا گفتیم رزمیرایی که هسته ستونایی که ما در پلانمون استفاده که هستیم نه، یعنی رنگی مانند بگیم سیمیست و ایشکی بلاکش که ساخته شدگی و ما میتونیم بگیریم انتخابش کنیم استفاده بریم. اگر یکون بلاک نو برای خودمون رزمیری نو قطعی ستون ساختنی باشه مگر ما میتونیم اینجا چیکار کنیم ازمینی تیپ بزنیم، رزمیر علیش کنیم، نامش علیش کنیم، نامش حالتی دلش میکنیم که کپی کرده علیش میکنیم. گفتیم هیچ وقت ازمینیت نمیکنیم یا اینکه او دلیت نمیکنیم و چیزش نمیکنیم. برای چی را میکنیم؟ برای که اگر یه وقت در یک کمپانی چند کسا با بسیاری کار بکنه اگر شاید یه چرشمو تغییر بده که در او آدم دیگری لازم بده. برای همین همیشه توصیه ما همیه که یه چرا خاصی نگر علیش کنین و نمیدونین دیگه آدم دا لازم هسته یا لازم نیست در جایی که بسیاری کار میکنن کپی رو بد کنین و یا تیپی نو برای خودتون اضافه کنین همجا در رسم چالش میکردین اوکی میزدین که در اینجا با بغیر استمای پریما اوگلنیک با هسته کروگلاوا سچنیا که مثلا دیامتری 300 قطی 750 قطی ستونی کلیله چه که برای شما لازم باشه. این ها ستونی استفاده کیسه که ما همش منالید نیان. ما میتونیم سیمیست ویش هم زگروزید کنیم ستونایی که متالیسک پروفیل که میگن دو تاور شویلر دیگه چی داریم تاوروی
که مانند حرف ت یا هر نمود دیگه ایش که از اوگالاک هر چیزی که باشه ما میتونیم بلاکش برای خودمون در پروژکتمان اضافه کنیم و استفاده بریم ای متالیچسکی استونا. و همین فکر میکنم دوستان عزیز ویدیوی دیم چست دیم ای اضافه کردن استونا با شما با پایان میرسانیم. تا درس بعدی شما را به خدای مهربان میسپاریم.